الان که دارم این ویدیو رو میگیرم ساعت 9 شب و من و دوستان با هم تصمیم گرفتیم که بریم بیرون پیکنیک کنیم و شب‌های سفید روسیه رو به شما نشون بدیم. اینجا داشتم به این فکر میکردم تو که قرار بود شب بری بیرون چرا رفتی همون که بعدش بخوای سرما بخوری. anyway بگذاریم. مثلا یه چیزی که خیلی سوال هم هست اینه که اصلا شب‌های سفید چی هست. این شکلیه که تابستونا دیگه هوا انگار نمیخواد تاریک بشه و آسمون روشن میمونه. توضیحات بیشتر علمی تو کپشن کلا تا همینقدر میتونستم توضیح بدم، چون که هوای روسیه خیلی مودیه. من یه پتو برداشتم و 2 نوشیدنی انرژیزای خیلی خوشمزه و یه سری هم خوراکی از بیرون میگیریم و میخوایم بریم کنار دریاچه بشینیم آسمون رو تماشا کنیم، پیکنیک کنیم و کلی خوش بگذره.